العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن والرضوان من الله وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را بنده های خدا به این روز عید، به این روز بندگی خدا، به این بهترین روز از این هفته تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنه که همراه شما دعا کنیم در این ساعتهای خیلی پر ثواب و پر اجر، خداوند در قرآن می‌فرماید: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. موعظه‌ای که داریم برادرای عزیز و گرامی اطراف جنت و نعمتهای اوست. جنتی که آرزوی همه ما و شماست، جنتی که شنیدن نعمتهای او انسان بیقرار میگرداند و انسانی که ایمان کامل دارد بعد شنیدن وصف جنت پروردگار همیشه آرزوی او این است که تیزتر و زودتر وارد این جنت جاودانی شود. پروردگار در این آیت مبارکه فرمود: ای بندگان خدا، اگر شما خواهید که باششگاه شما، راحتگاه شما، مکان شما جنت باشد، شما در دنیا علیه نفس خودتان مبارزه برید. این نفس بدخواهی که فقط شما را میخواهد به آبرو کند، به عزت کند، نفسی که گفتی صاحب 4 کتاب نفسی بد را هر کی سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. این نفسی که خواهش های خیلی زیادی پرگناه دارد. وقتی انسان خواهشات این نفس اجرا میکند یقین معلوم است که او از این جنت پر نعمت محروم میگردد. به این خاطر پروردگار ما را راه جنت فهمانید، داخل شدن جنت را برای ما راهش را نشان داد. اینکه علیه این نفسی که دشمن شماست
مبارزه برید. بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا می کند. بی خبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها روز و شب انجام فردا می کنند. پروردگارا ما را هیچ وقت مطیع نفسمان مگردان. خدایا خواهان او هستیم که ما را سردار و رهبر نفسهای خودمان گردان. خدایا آن خواهشات های نامعقول و نادرستی که از نفسهای ما سر میزند، خدایا برای ما چنان توفیق و قوت نصیب بگردان که خواهشات این نفس اجرا نکنیم. و خدای مهربان همه ما قسم به عزتت، قسم به بزرگیت، در دلمان آرزوی جنت داریم، خواهش جنت داریم. پروردگارا بعد آنه که این امانت این جان از ما قبض میکنی، خدایا ما را وارد همون باغت گردان. و خدایا ما را از بندگان صادقت گردان. و خدایا برای ما آنچنان توفیق نصیب بگردان که در این دنیا ذخیره های عمل های نیک ما زیاد باشد، تا که ما در روز قیامت در پیشگاه عظمتی تو در خجالت نمانیم. خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری ها ما شفای کامل نصیب بگردان. خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت به خاندانشان برسان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. عن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة تربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حبیب خدا که عبدالله ابن مسعود این جان فدای در راه خدا، این پشتیبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این شمشیر به دست علیه کفار، از حبیب خدا، از منظره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این سخنی که از زبان پیغمبر برآمد به گوش ما میرساند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من با ابراهیم علیه السلام در شب معراج ملاقات داشتم. لیلة اسری بی، همون شبی که پروردگار ما را نزد خودش دعوت کرده بود، همان شبی که در براق ما را سوار کرد، همان شبی که جبرائیل جلودار براق ما بود، همان شب ما با ابراهیم علیه السلام ملاقات داشتیم. شب برنشست، شب برنشست از فلک درگذشت و تمکین و جاه از ملک درگذشت. همان شبی که حضرت سعدی میگوید من برای شما یادآوری کنم که همان شبی که پیغمبر خدا همه ملائکه ها را گذشت، شب برنشست از فلک درگذشت و تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند
که به سدره جبرائیل از او باز ماند. آنچنان حبیب خدا حرکت داشت به سوی آسمان که عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوا. پروردگار در سوره نجم میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دویم بار جبرائیل به صورت اصلی خودش میگن نزد سدره دید، نزد همون جنتی که نزد همون درخت سدره که رسول اکرم گفت برگهای او مثل گوش فیل بود، میوه های او مثل کدو کلام بود، زیباگیش من شهر داده نمیتانم، لیکن از جانب راست این درخت من جنت دیدم. نزد او میگوید من با جبرائیل رأیتو جبرائیل بالافق الاعلا له 600 جناح. جبرائیل دیدم، گفت وقتی نظر میکردم آسمان دیده نمیشد، زمین دیده نمیشد، فقط آن چی میدیدم پرهای جبرائیل بود. قسم به نام خدا گفت حساب کردم 600 بال داشت. حضرت جبرائیل 600 بال. یتناثر من ریشه الدر والیاقوت. رسول اکرم گفت از سرهای پرهای جبرائیل در و یاقوت شلشله میکردن، آواز میدادن. دویم بار گفت در آسمان من دیدم، یک بار به صورت اصلی در زمین دیده بودم، دویم بار نزد سدره همون درختی که از کنار راست او جنت است، اونجا گفت جبرائیل به صورت اصلی خودش دیدم. اون قوتی که خداوند در پرهای جبرائیل گذاشته است الله خودش اون قوت میداند. قوم لوط علیه السلام همه ما و شما میدانیم، اون خداوندی که هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، همون قوم لوطی که بچه بازی میکردن، پروردگار قهاری و جباریش بیدار شد. جبرائیل امر شد که رفته این حکومت ایاردن یاره، ایاردن امروزه است، این حکومت ایاردن یاره میبرداری و چپه میکنی. وقتی میگوید آمد جبرائیل با لوط ملاقات داشت، گفت پروردگار امر کرده است از قسم سحر این قوم تو باید که چپه شود. راویای اخبار میگویند جبرائیل با این 600 بال خود آمده بود، با نیم بالش این دولت برداشت و چپه کرد، با نیم بالش، با نیم پر، نیمی از پرش این دولت کلان برداشت و به خاک زمین پرتافت. همین جبرائیل میگه به صورت اصلی خودش من در همون نزد سدره دیدم. لیکن بزرگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما گوش اندازین که در پیشگاه پروردگار از 10 جبرائیل دیدم محبوبتر محمد است صلی الله علیه و سلم. با آنجای رسیدم که سدره نام داشت، به سدره جبرائیل از او باز ماند. نزد سدره در رسیدم، نگاه میکنم جبرائیل در اطرافم نیست. بعدو گفت سالار بیت الحرام که ای حاملی وحی برتر خرام، که در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ آن نزد صدرت را نمیبینم و تو همیشه همراه من بودی، و برای چی نزد صدرت نمی آیی؟ میگه جبرائیل صدا دادن. جبرائیل چی گفتن؟ اگر یک سری موی بالاتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. قسم به نام خدا گفت اگر یک سری مو از این موضعی که من هستم اگر بالاتر برم، نور الهی پری مرا میسوزد. اون جانبش حق توست، گفت تو پیش رفتن بگیر. همون شب معراج است، شبی که در آسمان دوم زکریای ابن یحیی را حضرت یوسف زیارت کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم.
اونا با پیغمبری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشارت دادن، تبریک گفتن. و بعد از آن آسمانی سوم رفتم، حضرت یوسف در بهترین جمال دیدم، با او سلام کردم، اونم با ما سلام داد، ما را تبریک گفت برای آمدن ما نزد پروردگار که این کاری که بر رسول اکرم انجام یافت به هیچ پیغمبر انجام یافتگی نبود. آسمان چهارم آمدم، حضرت ادریس علیه السلام خطی ملاقات کردم، حبیب خدا میگوید. آسمان پنجم آمدم، حضرت عمران دادر حضرت موسی علیه السلام خطی اونجا ملاقات کردم. آسمان ششم دا آمدم، با خیلی یک سکه خوب، با یک چهره خیلی با هیبت با حضرت موسی علیه السلام زیارت کردم. لیکن وقتی من از پیش موسی می رفتم، رسول اکرم گفت موسی به نهایت گریان شد. از او پرسیدند موسی برای چی گریه میکنی؟ گفت گریه‌ام برای این است که اولین پیغمبری که در جنت می خفت و وارد جنت می شود این همین جوان محمد است صلی الله علیه و سلم. و گریه من این است که بعد محمد اولین امتی که جنت می درآید امت محمد صلی الله علیه و سلم است. از پیش او بالا شدم، آسمان هفتم ده آمدم، ابراهیم علیه السلام دیدم. وقتی اونجا حضرت ابراهیم دیدم، حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی ما زیارت کردیم، لقیت ابراهیم علیه السلام فقال اقر امتک منی السلام. حضرت ابراهیم میگوید اولین سخنی که بعد سلام با ما آغاز کرد این بود: ای محمد، وقتی به زمین می روی نزد امتت از نام ابراهیم به همه اونا سلام برسان. حضرت ابراهیم به همه ما و شما از امت اول تا آخر قیامت هر کسی پیروی تو می شود، ای محمد سلام مرا برای او برسان. ابراهیم پروردگار در قرآن واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا در سوره نساء بیان میکند که ابراهیم ما خلیل خود اعلان کردیم، او خلیل ما بود، او دوست ما بود. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. پروردگار میگوید ابراهیم نه یهودی بود، ابراهیم نه نصرانی بود، بلکه از یهودی و نصرانی خالی بود. او مسلمان بود و مشرک نبود و موحد، انسان موحد بود و یگانه پرستی پروردگار همیشه پشتیبان بود، اعتقاد داشت. حضرت عباس میگوید، عبدالله ابن عباس، حضرت ابراهیم وصف میکند که کان آخر قول ابراهیم حین القی فی النار حسبی الله و نعم الوکیل. آخران جمله که ابراهیم وقتی نمرود منجنیق تیار کرد و در منجنیق بار کرد و خواست در آتش پرتایش، وقتی در آسمان میگوید حرکت میکرد ابراهیم، جبرائیل در کنارش بود. گفت ابراهیم گفت کمک لازم است، یاردم لازم است. حضرت ابراهیم گفتن بله. گفتن یاردم لازم است، کمک لازم است، لکن از تو کمک طلب ندارم، فقط از الله کمک طلب دارم. آخران کلمه حضرت ابراهیم وقتی به آتش می آمد همین بود: حسبی الله و نعم الوکیل. بس است مرا پروردگار، بس است برای من دستگیر الله، دیگر از یگان جای امید ندارم و کمک طلب نمی کنم. لیکن عجیب یک قصه غم انگیز دارد ابراهیم علیه السلام. پیش از آنی که من جنت چگونه حضرت ابراهیم وصف کردن، یک قصه دارد که روز قیامت همراه پدرش عجیب ملاقات دارد. حضرت ابراهیم، همه ما و شما میدانیم که ابراهیم پدرش از دنیا کافر گذشتند. پدرشان آزر بود، بت تراش بود، بت پرست بود. در صحیح بخاری میگذرد این قصه.
یلقا ابراهیم اباه آزر یوم القیامه و علی وجه آزر قطرتون و غبره فیقول ابراهیم، روز قیامت پروردگار میگوید ابراهیم با پدر خود آزر ملاقات میکنند، روبرو میشوند، لیکن در چهره پدر ابراهیم آزر خطرتون و غبره، چهره روی ابراهیم بسیار، پدر ابراهیم آزر بسیار گویم که خجالت است، بسیار غبار آلود است، بسیار ناراحت است. وقتی ابراهیم پدر خود میبیند آزر در این احوال، به سوی پدر میگردد و میگوید الم اقل لا تعصینی، ای پدر آیا من تو را در دنیا نگفته بودم که نزد من عاصی نشو؟ من تو را در دنیا گفته بودم که بر من وحی می آید، من پیغمبر هستم، تو امتی من شو، پیرو من شو، برای چی در دنیا مرا اطاعت نکردی؟ این منظره هست که صحیح بخاری در این قصه میگذرد. روز قیامت حضرت ابراهیم با پدرش پروردگار روبرو میکنه. سوره مریم اگر شما خوانین از آیاتای 43 است، والله اعلم قسم پایان او را، اذ قال لابیه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. پدرش گفته بود است، وقتی آمد پدرش بود میتراشید و بوت در بلندی مانده بود. آلی بوتای ما و شما بوت داریم، هیکلای کتک کتک، هر یک آدمی گویم که منصب داره و پول داره و آبرو داره به خودش هیکل میکند. امروز جوانای ما و شما گمراه شدن و اون بهترین نعمت دنیا که زن است، زن در حالت خیلی بی‌حیایی و بی‌شرمی نزد هیکلا میبره که همگی گناهگار در پیش خدا هستین. همون هیکل میگد ابراهیم تراشید، پدر ابراهیم تراشید و نزد او از او حاجت طلب کردن گرفت. ابراهیم آمد این حالت دید، گفت ای پدر لما تعبد ما لا يسمع، آیی چی از تو عبادتش میکنی؟ آخی نمیشنوه صدای تو را. ولا یبصر، آیی چشم نداره تو را ببیند. ولا یغنی عنک شیئا، قسم به خدا گفت هر مشکلات بالا بیاد این مشکلات تو را دور کردن نمیتواند. فرزندش با پدرش میگفت آلی جوانای امروز از ما میپرسن که پدرم بیراه است، در حقش دعا کن، پدرم فلان است فلان است، آیا ما حقی او را امر معروف کردن داریم یا نداریم؟ ببینین دلیل حجت این است، ابراهیم پدرش امر معروف میکرد، دعوتی به سوی خیر میکرد. یا ابتی اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. ای پدر گفت مرا علم آمده است، مرا وحی میاد از پیشگاه پروردگار که تو علم نداری، تابع من شو، من راه راست برای تو نشان میدهم. سوره مریم 10 است. در دوام که یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای پدر گفت شیطان عبادت نکن، شیطان در پیشگاه پروردگار گناهگار است. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ای پدر گفت من میترسم این که تو با سبب این عملها فردای قیامت در عذاب پروردگار روبرو میشوی. تو برای شیطان دوستی، تو برای شیطان یک مددگار هستی. لیکن پدر وقتی این سخنان را از ابراهیم شنید چی گفت؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. گفت با این سخنات من این فهمیدم که تو از همین خداهای ما روی گردانیدی، تو پیرو همین خداهای ما نیستی، تو همین دین بابا و اجداد تا گفت بیکار کردی. ابراهیم گفت اگر از همین گفتهات باز نمیستی تو را سنگسار میکنم، از پیشم دور رو. گفت قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. ابراهیم وقتی این سخنی خیلی قبیح از جانب پدرش که شنید گفت
از پروردگار در حق تو طلب مغفرت میکنم. مفسرای کرام میگویند طلب مغفرت کردن پدر تای، برادر تای، رفیق تای اگر مشرک و کافر باشد حق نداری. میگد اینجا ابراهیم نمیدانست که پدرش از دنیا کافر میگذرد. گو در حق تو من طلب مغفرت میکنم، زیرا من در پیشگاه پروردگار قدر و منزلتی دارم. اکنون ابراهیم در روز قیامت همین واقعی که در دنیا با پدر خود کرده بود پیش روی پدرش میکشد و میگوید ای پدر، من در دنیا تو را نصیحت کرده بودم، من تو را گفته بودم که پیرو من شو، من راهی راست به تو نشان میدهم، چرا مرا عاصی شدی؟ پدرش آذر چی میگفته است در قیامت؟ فالیوم لا اعصیک. فرزند عزیز گفت امروز این منظره را میبینم خیلی ناراحت کننده است، خواهش میکنم. ابراهیم گفت از پروردگار در حق من طلب مغفرت کن، از امروز اعتبارا من تو را نافرمانی نمیکنم. پدرش گفته. حضرت ابراهیم میگوید جانب پروردگار گشت و گفت انک وعدتنی ان لا تخزینی یوم یبعثون. پروردگار تو در دنیا مرا وعده داده بودی که من در آخرت تو را خارج نمیکنم، من در آخرت تو را عزت میدهم، من در آخرت همه حاجت برآورده میکنم. آخر از این خاری هست این پدر من در کدام احوال است؟ پروردگارا خلاصی پدر من از نزد تو میخواهم. پروردگار چی گفت؟ یا ابراهیم انی حرمت الجنه علی الکافرین. ابراهیم ما جنت برای کافرها حرام گردانیدیم. در جنت انسانی که کفر ورزید، خدا را ناسپاسی کرد، علیه قانون خدا مبارزه برد، جنت برای او حرام است، اون جنت نمی درآید. یا ابراهیم ما تحت رجلیک. ای ابراهیم زیر پات نگاه کن. پروردگار میگه امرش میکرده است زیر پات نگاه کن. فلینظر ابراهیم زیر پاش نگاه میکنه، بیزیخ ملتطیخ، میبینه یک شغال است در تی پاش. ولی حیوان شغال در حدیث پیغمبر خدا آوردن، زیرا که پسترین حیوان شغال است. این شغال بسیار پسترین است، بسیار بی شرف است، بسیار بی اندیشه است در بین حیوان ها. ابراهیم میگوید وقتی نگاه میکند در زیر پاش یک شغالی که خیلی آلوده آب و خاک و دود و هر چی در چهره او هست، فیأخذ بقوائم و یلقى فی النار. ابراهیم از پشت همین شغال میداشت است و همتا در آتش دوزخ میپرتافت است. این چی بود؟ این کافرها بودند. کافرها را خدا به صورت شغال میدرارد. انسانهایی که در دنیا همچنان اگر کفران نعمت میکردند، در پیشگاه پروردگار کفر میورزیدند، اونا را خداوند در صورت شغال که پسترین حیوانی الهی هست به همین صورت مبدلشون میکرده است. پس همین ابراهیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من در همون هفتم آسمان با او ملاقات کردم. بعد سلام چی گفت؟ بعد آنه که سلام بر امتات رساند گفت ان الجنة طیبة تربه. برای امتات خبر بده که زمین جنت از مشک عبارت است. حضرت عباس پرسیدند مال ارض الجنه؟ زمین همین برای ما بیان کن، زمین جنت چه زمین است؟ مرمرة بیضاء من فضة کأنها مرآة. ابن عباس گفت زمین جنت گفت مثل نقره است، نقره سفید. در این نقره سفید وقتی نظر میکنی مثل آینه روشن است. گفت حضرت ابراهیم هم گفت زمین جنت گفت از مشک عبارت است، طیبت و تربه، بوی خوش دارد، عذبت الماء، آبهای جنت به نهایت خنک است. حضرت ابراهیم بیان دارد. این حدیث ترمذی است، حدیث حسن است. زمینش بسیار بسیار مشک است، زمینش بسیار خوشبو است
بعد از آن آبهاش به نهایت خنک است. و انها قیعان، حضرت ابراهیم گفت کلانی جنت وصف کردن نمی شود. آنقدر کلانی هست که انسان هیچ وقت مساحت او را بیان کردن نمی تواند. عرضها السماوات والارض. خداوند در قرآن بین زمین و آسمان پهنای جنت بیان میکند. این چیزی که کلان باشد میگیم بین زمین و آسمان کلان است، لیکن از این دم دیدن جنت وسیع است، جنت کلان است. حضرت ابراهیم گفتند انها قیعان، این جمع قاع است، یعنی به نهایت وسیع است، حدود ندارد، مساحت ندارد. من برای آن که حد جنت چقدر وسیع است، برای پسترین جنت پروردگار چه مقدار زمین جدا میکند، چه مقدار عمارت برای شما میدهد، از حدیثی که متفق علیه است، همه کتب احادیث او را روایت میکند. باز برای ذهن شما کلان شدن، برای آن که شما خوبتر فهمین، از این حدیث رسول اکرم من برای شما بیان میکنم. این حدیث هم راویش عبدالله ابن مسعود است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند کانی اعلم آخر اهل النار خروجا منها و آخر اهل الجنه دخول الجنه. حبیب خدا گفتند من میدانم آخران نفری که از آتش دوزخ میبراید و میدانم آخران شخصی را که جنت میدراید. من میدانم که کی آخران بار از دوزخ بیرون میبراید. عقیده اهل سنت و جماعت برادرای عزیز همین است که بعض مؤمنهای گناهگار برای گناه داشتگیشان در دوزخ پروردگار میسوزند، عذاب میکشند. بعد این گناه ها سپری شدن، خداوند از داخل دوزخ اونها را با جنت میارد. مقصد برای مؤمن، برای انسانی که ایمانی به خدا دارد، هیچ وقت مخلدی در دوزخ نمیماند. مخلدی در دوزخ، دائمی در دوزخ ماندن فقط و فقط برای اهل کفار است. حبیب خدا گفتند من میدانم که آخران نفری که از دوزخ میبراید و آخران نفری که جنت میدراید کیست؟ من میدانم. رجل یخرج من النار حبوا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت همون انسانی که آخران آدم از دوزخ بیرون می شود با زانوهاش ره می گردد. بسیار افگار است. پروردگار وقتی از دوزخش بیرونش می کند میگه ببینید یخرج من النار حبوا. در حدیث دیگری که پیغمبر خدا گفتند اگر شما دانید که ثواب نماز با جماعت بامداد و ثواب نماز با جماعت خفتن چه مقدار است، اگر تا زانوهاتان پایهاتان نباشد با زانوهاتان کشاله کنان به مسجد می آیید. انا همون حبوا همینجا استفاده می شود که از دوزخ می براید، گویا که پایهای او وجود ندارد، کشاله کنان به زانوهای خود راه می گردد. فیقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنه. پروردگار وقتی این بنده که از گناه تازه شد، موافقی گناهش سوخت، عذاب کشید، پروردگار با او خطاب میکرده است ای بنده من رو به جنت درآ، اذهب فادخل الجنه، رو جنت درآ. فیاتیها. حبیب خدا گفت این مرد به سوی جنت می رود، به سوی دروازه جنت می رود. فیخیل الیه انها ملأه. وقتی جنت می آید به خیالش این که جنت پر شده است، دیگر جای نیست. این انسان می درآید جنت، نگاه میکند همه کوشک های جنت پر از جنتی هاست.
گمان میکند، به خیالش میگذارد که در جنت دیگر جای نیست. ببینید ملأ پر از جنت، فیرجع فیقول یا ربی وجدتها ملأ، پروردگار ما را سفارش دادی که جنت درآ، من جنت در آمدم، در جنت جای خالی ندیدم، همه پر. فیقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنه، باز پروردگار امرش میکرده من به تو سفارش میدهم رو جنت درآ. فیأتیها فیخیل الیه انها ملأ، باز بنده می آید، باز جنت می درآید، نگاه میکند به خیالش این کی، ببینید اینجا خیال، کلمه خیال استفاده می شود، به خیالش این کی جنت پر است، هیچ جای ندارد، باز می گردد می آید یا ربی وجدتها ملأ، پروردگار خود جنتی تو را من پر یافتم و به فکرم که دیگر جای نیست در جنت. پروردگار دفعه سیوم چی میگوید؟ فیقول الله عز وجل فیقول الله عز وجل، بشینین بچه ها بشینین. پروردگار دفعه سیوم با این بنده خود میفرماید اذهب فادخل الجنه فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها، ای بنده رو به جنت درآ، برای تو ما در جنت فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها، ما برای تو در جنت دنیا را مساحتش چی مقدار بود، همون دنیایی که تمام مردم ملت در بالای زندگی میکردند چی مقدار بود، ما برای تو در جنت مثل دنیا زمین جدا کردیم و عشرة امثالها، قسم به بزرگیم 10 برابر دنیا برای تو جای دارم، 10 برابر دنیا برای تو جای دارم، رو در جنت درآ. بنده وقتی این سخن از پروردگار میشنیده است چی میگفته است؟ فیقول اتسخر بی او تضحک بی و انت الملک، پروردگار تو ملک هستی، تو پادشاه هستی، تو قدرت های خیلی به همتا داری، هو الاول والآخر والظاهر والباطن، تو پروردگار اول هستی، تو پروردگار آخر هستی، تو ظاهر هستی، تو باطن هستی، تو میمیرانی، تو حیات میدهی، همه در ید قدرت توست، من تسلیم هستم. لیکن پروردگار مرا مسخره میکنی؟ اتسخر بی؟ مرا مسخره میکنی؟ 10 برابر دنیا برای من زمین میدهی؟ آقا در دنیای بنده های تو برای یک وجب سال ماش خری میکردن و برای یک پارچه زمین آخر سالهای دراز با یکدیگر گپ نمیزدند، با یکدیگر ذات به ذات کاری میرفتند و برای یک پارچه زمین چه بدبختی ها در روی دنیا برپا میکردند. ولی امروز برادرای ما و شما اکثریتش 5 وقت نماز میخوانه، جمعه را میخوانه، پهلو با پهلو نشستگی است، با یکدیگر قهری هستند. ای برادر عزیز، هم حدیث ابن ماجه است، هم حدیث ابو داود است، لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3. پیغمبر خدا میگه حلال نیست برای شما بنده های خدا از 3 روز دیده زیاد شما در حلال نیست که قهری استید، حلال نیست برای شما. فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای بنده خدا سخن مرا قبول نکردی، از 3 روز دیده زیاد قهری استادی، عاقبت دوزخ است. گفتند تو وقتی از دنیا میگذری تو دوزخ میروی. این بنده حیران میشود که 10 برابر دنیا پروردگار برای او عمارت جدا میکند. از این خاطر میگردد میگوید مرا پروردگار را مسخره میکنی؟ اتسخر بی او تضحک بی؟ پروردگار تو بالای من میخندی؟ حالا که حق خندیدنم دارم،
حق خندیدنم پروردگار داری تو، لیکن بر من میخندی؟ عبدالله ابن مسعود میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضحک حتی بدأت نواجزه. عبدالله ابن مسعود میگوید این معامله که خدا کو با بنده کرد، این معامله در روز قیامت با بنده خود کرد، پیغمبر خدا را در خنده آورد. میگوید عبدالله میگوید پیغمبر خدا را دیدم که میخندید حتی بدأت نواجزه، حتی دندانهای کرسیش میگه دیدیم از خنده کلانش. که این منظره را ببین که پروردگار برای بنده خود 10 برابر دنیا در جنت چکار میکند؟ در جنت زمین با عمارتش جدا میکند. رسول اکرم گفتند ذالک ادنا، ببینید ذالک ادنا اهل الجنه منزلتا، این 10 برابر دنیا عمارت جدا کردن و زمین جدا کردن برای پسترین اهل جنت است. میدانین ذالک ادنا اهل الجنه منزلتا، این برای پسترین اهل جنت 10 برابر دنیا پروردگار جای میدهد، مکان میدهد، عمارت میدهد. چه عمارت میدهد؟ بیایید به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عمارت جنت من بیان میکنم. ان للمؤمن فی الجنه لخیمه من لؤلؤه واحده مجوفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از برای مؤمن در جنت خیمه هست، خانه هست، من لؤلؤه واحده مجوفه. زیبا بیان میکند این عمارت، این عمارتی که خداوند برای بنده خود در جنت آماده کرده است از لؤلؤ است. لؤلؤ از غیشت نیست، از غیشت خام و پخته نیست، از خاک این دنیا نیست، بلکه از لؤلؤ است. لؤلؤ، اون لؤلؤ اگر 1 کیلوی او در دنیا باشد خدا داناست که بودجه تمام دنیا را بسنده است. 1 کیلوش اگر در دنیا باشد، 1 کیلوی اگر لؤلؤ در همین دنیا باشد، میگن از لؤلؤ است. همون عمارتی که پروردگار برای جنتی ها در جنتش بنیاد کردگی است، منتظر اهل جنت است. مجوفه، لؤلؤی که میگه کاواکی ها دارد، مقصد زیبندگی ها دارد. بلندیش چند است؟ طولها 60 میلا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آن عمارتی که ای بنده های خدا، من از پروردگارم امید دارم و باوری دارم، ای بنده های عزیز انشاءالله خدا خواسته باشد شما این عمارت ها داخل میشوید، انشاءالله این عمارت ها بهر شماست، برای شماست. حبیب خدا میگه 60 میل این عمارتی که از لؤلؤ ساخته شده است که انداوه او، انداوش ما و شما انداوه را خاک مثال که و دیگر استفاده میبریم، انداوه هاش از مشک است. مشک چه بوی زیبایی دارد. بلندیش میگه 60 میل است. 60 میل. امام نووی میگوید 1 میل 6000 ذراع است. 6000 ذراع 30 کیلومتر میشود. اگر 60 به 30 ما اگر ضرب کنیم، یک عمارتی که خدا در این 10 برابر دنیا برای پسترین جنت میداده است، بلندیش 180 کیلومتر است. قسم به بزرگی پروردگار دادر عزیز، این حق است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اعددت لعبادی الصالحین، پروردگار برای بنده های خود آماده کرده است ما لا عین رأت. برای چی این دفعه گفتند ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر؟ برای چی این سخن گفتند؟ چشم وی ندیده است، گوش وی نشنیده است، حتی در دلتان شما تصور کنین تصورتان نادرست است. میگوید مقصد شما تصور کردن نمیتونین. شاید بعضی ها کم کم وسواس شیطان هم اونها را غم دهد که 180 کیلومتر برای یک آدم اهل جنتی خدا از لؤلؤ، قسم به نام خدا الله خودش وعده دارد من برای شما این عمارت ساختم. این عمارت ساختگی است، الله که منتظر شماست. 60 میلا للمؤمن فيها اهلون. ببینین یطوف علیهم المؤمن
فلا یرا بعضهم بعضا. این هم حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفت در داخل این عمارت که 180 کیلومتر هست، ولی ببین 1 کیلومترش در دبی ساختند که 1 کیلومتر بلندی دارد. گفتن 930 اتاژ است که ما را از پیش رفته دیدیم. 1 کیلومتر بلندی دارد. مخلوق بنده وقتی 1 کیلومتر عمارت می سازد، در پیشگاه پروردگار 180 کیلومتر راست کردن چی جای تعجب است؟ وقتی مخلوق 1 کیلومتر می سازد. پیغمبر خدا گفتند در داخل این عمارت شما اهل دارین، شما حورها دارین. انشاءالله من اکو حورها را جنت جمعه آینده برای شما حورها را صفتشان بیان کنم که اون حورهایی که در جنتند چگونه زیبایی دارند، چگونه معامله دارند، تا که شاید که برای زنهای این دنیا این درد شود که زیباییش حور برای شوهرش استفاده میبرد، هر ساعت خودش زیبا میکرد، زینت میداد تا که شوهر او باز دلبستگیش، مهرش، محبتش به حور زیاد شود. لیکن امروز ما و شما مشاهده میکنیم محروم ترین انسان از زینت زن شوهرش است. محروم ترین انسان همه زینت زن استفاده میبرد، کوچه استفاده میبرد، بازارها استفاده میبرد، لیکن شوهر زینت زن استفاده بردن نمیتواند. اکثر زنها خودشان از زینت نمیدهند برای شوهرهاشان. در اون داخل شما گفتن اهلها دارین. فلا یرا بعضهم بعضا. بعض اهل شما بعض اهلتان نمیبینند. وقتی شما تصور کنید 180 کیلومتر عمارتی که خدا برای شما میدهد، دیگر اهل دیگری را از کجا میبیند؟ یک خانه تو اگر در اینجا باشد، از روی این عمارتی که پروردگار برای ما آماده کرده است، خانه دیگری در دوشنبه هست، از کجای نمیبیند؟ اگر بیندم اونجا جنگ نمیشود رنگی زنای امروزه. او یک بیچاره برای ما حکایت کرد، خانهش رفتیم در یک میکرورایون 2 زن گرفته است. شب میکنم میگه خیلی خلوت میکنم، بعدا به یک حالی زاری هم یک نیم ساعت 1 ساعت یک پیش زنمان میدرایم، دوستداری میکنیم، درو بگشته پیش خانه زن اول میآییم. برای چی؟ برای که اگر فهمد مقصد حیات من تلخ میشود، فهمد چی بدبختی های در خانه من او روبرو میکند. لیکن حورهای جنتی جنگ ندارند. حبیب خدا گفت 72 حور برای هر یک مرد خداوند در جنت نصیب میگرداند. از اینم بالاتر 72 حور. زیباییشون انشاءالله من جمعه آینده برای شما بیان میکنم که چی زیبایی ها دارد. و برای هر یک مرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت خداوند قوت 100 مرد میدهد. برای هر یک انسان پروردگارش قوت 100 مرد برای اون نصیب میگرداند. الان شما برادرای عزیز تصور کنید که این خیل عمارت بلند با این خیل آمادگی ها همه برای کیست؟ برای آن کسانی که در دنیا وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها سرور مرفوعه فیها اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و ضرابی مبثوثه. شما میتونین اینا در زیر تحلیل این حاضر برادر ما یک قرآن کریم که با ترجمه داملا عباس در ما تقدیم کردن که در بیرون فروخته می شود. شما سوره غاشیه را زبان تاجیکی قطعی است، تفسیر خوب است، بسیار ترجمه نغز است. شما سوره غاشیه را همین آیتی که خواندم شما زیرش خوانید. پروردگار چی میگوید؟ انا همون عمارت های زیبا، همون باغ های زیبا، همون درخت های زیبایی که رسول اکرم گفتند
این فی الجنة لشجرة یسیر راکی فی ظلها 100 سنه ما یقطعوها. رسول اکرم گفت در جنت درختی هست که شما در زیر سایگی این درخت 100 سال قدم میزنین سایگیش برطرف نمی شود. لشجرة، ببینین، یسیر و راکب، حتی شما بالای اسب ها سوارین در زیر این درخت ها حرکت میکنین 100 سنه 100 سال در زیر سایگیش شما با اسب خود میروین. رسول اکرم چی گفتن؟ ما یقطعوها، این سایگی گم نمی شود. آنقدر درخت های کلانی هست که 100 سال در زیر سایگیش شما راحت میکنید. خداوند گفت انا همین زیبایی جنت برای کیست؟ وجوه یومئذ ناعمه. جنتی ها گفت روی هاشون سرشار نعمت خداست. وقتی تو را خداوند بشارت به جنت که میدهد، الکی روی تو چی میشود؟ ناعمه از ماده نعمت گرفته شده است. روی های شما پر از نعمت است، آلوده نعمت است. لسعیها راضیه، تو به این سعی کوششی که در دنیا کردی خدا میگوید اونجا راضی میشوی. لسعیها راضیه فی جنت عالیه، در این جنت عالیه که من برای شما آماده کردم. لا تسمع فیها لاغیه، خدا گفت داخلی او را برای شما وصف میکنم که اونجا سخن بیهوده نیست. در جنت جنتی ها با یکدیگر ملاقات میکنند، فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اونجا در این خیل معامله، جنت جایی هست که معامله های خوب دارد. الله میگه لا تسمعوا فیها لاغیه، اونجا لاغیه نیست، مقصد لغو نیست، اونجا تهمت نیست، اونجا دروغ نیست، اونجا در بهتان نیست، اونجا در گویم نه این نغمه بیهوده که گوش همه مردم کر کرده است، مردم همه را جینوره کرده است، بعضی هاشا دیوانه کرده است، اینا نیستن. اونجا صداهای زیباست، اونجا صداهای هست که انسان گوش خراش نیست. الله بیان داد لا تسمعوا فیها لاغیه. جنت جایی هست که یأکل فیها و یشرب فیها. ببین جنتی ها اونجا میخورن، جنتی ها در درون جنت می نوشن. حالی بعضی آدم ها عقیده دارن جنت جای دیدن است و خوردن نه. اگر کسی همین عقیده را دارد به نام خدا به ایمان است، ایمان ندارد. زیرا پروردگار در آیات های قرآن و حدیث های رسول اکرم یأکلون فیها و یشربون میگوید اهل جنت میخورند و مینوشند ولا یتغوتون. او ببینید جنت گفت پیغمبر جایی نیست که اونجا در شما بعد خوردن و بعد نوشیدن از بدن شما نجاست برآید. اونجا جای نجاست نیست. ولا یتغوتون، چگونه که در دنیا انسان غذا میخورد یا شربت می نوشد در حال قضای حاجت برای او لازم می شود، جنت در قضای حاجت نیست. ولا یتغوتون ولا یمتخطون. رسول اکرم گفت جنت جایی هست که آب بینید نمی ریزه. ولا یمتخطون، اونجا در این طریقه که گویم که در دستمان یک دستمالک دیگه و بینی ها را افشانی و از بینی هات آب ریزه و تو در اوجا زکام شوی، این دردها نیست دیگر. ببینین این لکم تسیحو فلا تسقمو. پیغمبر خدا گفت اونجا ابدی شما تندرستین، اونجا دیگر یگان بیماری شما را سراغ ندارد، شما زکام نمیشوین، آبهای بینی تا نمیریزد. ولا یبولون، پیغمبر خدا گفتن شما در جنت پیشاب نمیکنین. ببینین قضای حاجت نیست، آب بینی نیست. ولکن طعامهم ذالک جشاء کرشح المسک. سوال کردن ای حبیب خدا، مادامی که انسان خوراک خورد از نوشاکی ها نوشد، چه قضای حاجت نمیکند؟ اینا کجا میشوند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ذالک جشاء، اینا گفت با عرق مبادل میشوند، بدنت عرق میکند. چه عرق؟ همین عرق هایی که الحال ما و شما داریم، بدن ها من در پهلو ما نشسته نمیشوند، همین عرق؟ نه، کرشح المسک. رسول الله گفت عرقت بوی مشک میکنه. وقتی از بدنت که عرق میبراید، این طعام های خوردگی و این شربت های خوردگی با عرق که مبادل میشود،
عرقهای تو بوی مشک دارند که انسان میخواهد در پهلوی تو ایستد. ببینین جنت خیلی جاست. لا تسمعوا فیها لاغیه، اونجا لاغیه نیست، اونجا بیهودگویی نیست، اونجا دروغ گفتن نیست. رسول اکرم گفت فیها سرور مرفوعه، سرور مرفوعه، اونجا کت های بلنده. کت دوشنبه در یک خانه در آمدیم، بالای کتش در نشستیم، خیلی زیبا کردگی بود. وقتی دیگرها پرسیدن، من راستی بار به نام خدا به نرخ و کارم ندارم نمیپرسم، پرسیدن همین کت چند چی مبلغ ده؟ گو این کت به فرمایش آمدگی است، این در دولت‌های عرب کردن، نرخش گفت تا همینجا را گفت $40,000 غلطیده است. همین کتی که شما بالاش نشستین گفت $40,000 از دولت عرب گفت به ما آوردگ. این چویش دیگر است. مقصد فیها سرور مرفوعه، کتی دارون که $1,000,000 است برای جنتی ها. فیها سرور مرفوعه، اون کت های مرا انسان ها نساختند، او را قدرت پروردگار تیار کرده است. مرفوعه بلند است، اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و درابی و مبسوسه. در بالای کتم گفت آنچنان کرپچه دارم، آنچنان رنگ زیبایی دارد که اون رنگ شما اصلا دیدگی نبودین. و نمارق مصفوفه، پروردگار میگوید بالشت های دارم که وجود تو به تکیه او راحت میکند. و نمارق مصفوفه و اکواب موضوعه، اطراف همون کت ها ده نوجوان های زیبایی دارم که در دستاشان کوزه و در یک دست دیگرش پیاله و برای تو شربت میریزد، خدمت تو را میکند. پسترین اهل جنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند در جنت 70,000 خدمتگار میتیند. 70,000 خدمتگار برای پسترین اهل جنت نصیب میکند پروردگار. حدیثی که من در اول خواندم، موضع صوت من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها، این صحیح بخاری است. صوت گفته قمچین میگویند. اگر یک قمچین 50 سانتی متر درازی داشته باشد برادر عزیز، حبیب خدا گفت انمون برابر یک قمچین از زمین مسجد در فضل و در قیمت بالاتر است از دنیا و آنچه در دنیاست. 50 سانتی متر جنت از زمین و آنچه در دنیا هست از همگیش در بالا و قیمت است. این است وصف جنت. این از جای آن کسانی که در دنیا زحمت دارند، مشقت دارند، محنت میکنند، عمل میکنند، پروردگار اونها را در این خیل جایهای زیبا البته جای میکنند. انشاءالله من جمعه گذشته درباره حورها چه مقداری که اگر وقت گنجایش دهد برای شما صحبت میکنم. بعدا یک جنت دیگر، یک جمعه دیگر ما در باب دیدار پروردگار که در جنت خداوند برای جنتی ها موفق میگرداند. انشاءالله من اگر حیات باشیم، اگر خدا برای ما و شما فرصت دهد، وقت دهد، انشاءالله من برای شما بیان میکنم. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. یک برادر از کولاب در حق پدر و مادرش گفتند و خواهرم فرزند نمییابد، در حقش دعا کنید. یک برادر زکات مالش آورده دادند، پسرم در رسی هست گفتند بیمار است، در حقش دعا کنید. در حق مرحوم استاد عبدالفیض دعا کنید، فرزندانش خدمت کردند. در حق برادر خیرالله و سفرعلی دعا کنید که اینا هم خدمت کردند. یک برادر خشت آوردند از بازار حاجی خورشید صدقه کرده است، در حق فرزندان محمد علی دعا کنید. از محله کوهدامن جنازه به دست یک مبلغ آوردن، دعا کنید. در حق کسانی که در صندوق خیره دعا میکنند. و برادر ما حاجی عبدالجبارم که در بازار کلان اپتیکا دارد، یک چند رسمای زیبا برای همین مسجد آوردن که آویزان کنین ثوابش به اونها رسد.
و برادرمان ظهورشاه که پدرشان اکای سلطان از دنیا گذشتند، گفتند در حق او هم دعا کنید. خدای مهربان آن بنده هایی که نامگیر شدند، هر آرزو و امیدهایی که کردند خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی و خدای مهربان خیر احسان هاشون قبول بگردانی، مراد و مطلوب هاشون پروردگار حاصل بگردانی. و همه مهمان هایی که در این جمعه ما اشتراک دارند، برادرایی که از مسجد آمدن، از اسفره آمدن، اینجا برادر بابای مولا عبدالکریم هم که از وحدت آمدن همراه فرزنداش، خدای مهربان همه این مهمان ها هم در قدم هاشون حسنات و عمرهاشون دراز و مراد و مطلوب هاشون خدا حاصل و با صحت و سلامت خدا به خاندانشان رساند. آمین یا رب العالمین.